یکی از بخش‌های گزارش مری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضع آزادی بیان در تاجیکستان بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت دوام نیم سال اخیر تقریباً 20 روزنامه‌نگار و بلاگر درباره دستگیر و بازداشت شدن گزارش دادند. مری لالار تصدیق کرد که در جریان سفرش به تاجیکستان با بعضی روزنامه‌نگاران در بازداشتگاه ملاقات کرده است. And I would like to say one more thing about when we went to see Abdullah and در مورد ملاقات با عبدالله غربتی و دلیر امامعلی میخواهم یک نکته را بیان کنم که ما با آنها کتاب بردیم. آنها خیلی خوشحال شدند. چیزی مهم در مورد آنها آن است که آنها به پزشک نیاز دارند. پزشک آنها را حتما باید مورد معاینه قرار دهد. The possibility of TB is a dangerous public health issue. گزارشگر ویژه سازمان ملل روز 9 دکبر در دوشنبه گفت حادثه های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان به وضع عمومی آزادی بیان، آزادی اتحادیه ها و حقوق گردهمایی آسایشته در کشور تاثیر منفی گذاشتند. سازمان‌های جامعه شهروندی که در مسائل وابسته به آزادی بیان و آزادی از شکنجه کار میکنند از جانب مقامات دولتی با تعقیب‌های وسیع روبرو میشوند. در حالت‌های زیاد نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی برای بازپرسی دعوت شدند. در بعضی موردها تلفن و نوتبوک‌های آنها بدون قرار دادگاه برای سنجش مصادره کرده شدند. در نظر است که مری لالار از نتیجه سفر خود به تاجیکستان ماه مارس سال 2024 به شورای حقوق بشری سازمان ملل گزارش دهد، هرچند از خلاصه‌های پیشکی گزارشگر سازمان ملل معلوم بود که او از وضع آزادی بیان و حقوق بشر در تاجیکستان چندان راضی نیست.